سلام به همه دوستان عزیز. تو این ویدیو قصد دارم که نحوه اوردرگذاری پوزیشن های اسکپ رو به شما آموزش بدم. خب این متا تریدر سیستمتون هست، لپتاپ یا حالا سیستم سخت افزاری. شما به محض اینکه اون نقطه ورود رو، اون پوزیشن اسکپ رو میبینید، به عنوان مثال روی طلا مثلا گفته شده در 1923 بای بزنید. از این طریق شما اگر که این گزینه رو، این شکلک رو بزنید، اینجا این بای و سل برای شما نشون داده میشه. اینجا میتونید حجمتون رو بذارید، سریع بای رو میزنید، پوزیشن براتون اینجا باز میشه. سعی کنید که توی بحث اسکلپ ابتدا ورود بکنید، بعدا حد سود و حد ضرر خودتون رو بذارید. چند جور ما میتونیم الان که ورود کردیم به پوزیشن بای حد سود یا حد ضرر خودمون رو بذارید. یکی از اون روش ها اینه که ما بیایم روی در واقع اون پوزیشنی که انجام شده، اینجا نوشته XAU به USD، کلیک سمت راست بکنیم و گزینه مادیفای رو بزنیم. اینجا میتونیم در قسمت استاپ لاس یا تیک پرافیت، استاپ لاس یا تیک پرافیت خودم رو اینجا بذارم. مثلا اینجا میذارم 19 مثلا 05، اینجا میذارم 1940 و این قسمت مادیفای رو میزنم. پوزیشن من استاپ لاس و تی پیش اینجا گذاشته میشه دیگه، حالا هر اتفاقی واسش بیفته مشخص میشه. همونطور که میبینید اگر من این رو بیارم پایین، میبینم که این دو تا خط قرمز یکیش تی پیه، یکیش هم استاپ لاس اینجا نوشته شده. میبینید حالا من خیلی دور گرفتم که چون بحث آموزشی هست، صرفا فقط به شما نشون بدم. اگرم خواستید برش دارید که خب روی ضرب در رو میزنید، تی پی در واقع استاپ لاستون رو برمی‌دارید و مجددا میتونید بذارید. این یه روش هست. روش دیگه اینه که خیلی سریع‌تره. شما این خط نقطه چینی که اینجا هست رو اگر روش بزنید و این موستون رو میبینید تبدیل به فلش میشه کنارش، این اگه ببرید بالا، چون معامله بای دارید در واقع باز کردید، وقتی میبرید بالا تی پیتون قشنگ گذاشته میشه. اگر دو مرتبه بگیرید و به سمت پایین بیاید، استاپ لاستون گذاشته میشه. اینجوری من میتونم استاپ لاس رو خیلی راحت جابجاش بکنم، دو مرتبه تی پی رو ببرمش بالا و این شکلی میبینید که اعدادش هم اینجا گذاشته میشه. این مال زمانی است که شما میخواید روی کندل ها نگاه بکنید و تی پی اس تون رو به راحتی اینجا بذارید. حالا یه سری دوستان به اون شیوه میان اینجا در واقع مادیفای میکنن، یه سری ها از طریق همین خطوط نقطه چین. هیچ فرقی نمیکنه. این هم میشه در واقع ورود به نقاط اسکلپ. یه نکته بهتون بگم، توی اسکلپ حتما منتظر نباشین تا به تی پی برسین. هر میزان سودی که از بازار میگیرید رو بنا به صلاح دید خودتون، مدیریت ریسک و سرمایه خودتون، از بازار بکشید بیرون که بعضی مواقع احتمال داره قیمت به اینجا برسه، بعضی موقع امکان داره مثلا 10 پیپ 15 پیپ برید داخل سود و مجددا بازار برگرده. واسه همین در هر جهت پوزیشن که هستید، سودتون رو از بازار بگیرید و بیایید بیرون.